این اپیزود 1 فصل اول رادیو باطنه. ما در خدمت حسین طالقانی هستیم و سلام علیکم هم کردیم. میثم میخوای با توجه که ارتباط بیشتری با حسین داری تو شروع کن. موضوع این فصل ما به زبان ساده اینه که از کجا آمده ای. حالا ما دوست داریم بدونیم حسین طالقانی که الان با یه سری تخصص‌ها شناخته میشه، نقطه شروع علاقش به کامپیوتر و شکل‌گیری مسیر شغلیش کجا بوده؟ من فکر کنم از 4م ابتدایی اینا بود که فکر کنم 77-8 اینطورا کامپیوتر اومد تو خونمون. بعد بابام کتاب می نوشت و اینها و زرنگار داست این فضا اینه. بعد و خب منم طبیعتاً داشتم هم اختلاف زیاد داریم، با 11 سال اختلاف داریم. اون رفته بود دانشگاه و عمران میخوند و اتوکد و اینا کار میکرد و اینها. بعد من چیز بودم یه کنجکاوی و فضولی و اینا که اینا بالا سر این وایسی ببینید چه شکلیه و تقریبا خاطره فکر کنم ثابت اون اوایل اینه که فرت و فرت تر میزنی تو کامپیوتر. بعد کامپیوتر رو میبردم بیرون ویندوز نصب میکردم. چرا سولوشن همه چیز از اول ویندوز ریختم بودی. چرا نمیشد مشکل؟ آره چرا مشکلات یه جوری راحت حل نمیشد؟ آره اینجوری. بعد از 4م ابتدا میگم ارتباطم با کامپیوتر اینا شروع شد و یه مقدارم مثلا شاید قبل‌ترش و اینها، یا مثلا همون حوالیش هم مثلا توی راهنمایی اینا من یه سری کاره نمیدونم کیتای اینا مهران کیت و اینا بود، کار الکترونیکی و اینا هم چیزای جذاب بود برام. تقریبا میگم راهنمایی الان مثلا 2 سال بعدش و اینجوری بود که خب انگار من یه چیزای از این ور دارم، نه چیزای الکترونیکی برقی اینا دارم و یه چیزایی نه ور رفتن با کامپیوتر نه. بعد مثلا کم کم من با مایکرومدیا فلش بود، موقع نمیدونم فتوشاپ بود، هی ور بری با چیزای مختلف. و مثلا هم روزنامه دیواری مدرسه همه کار دستشون من تو فتوشاپ درست کردم مثلا واو مثلا خیلی کار. و یه چیز عجیب فایل فکر کنم مثلا 5 مگ شده بود، رو فلاپی جا نمیشد، نه 4 مگ 2 مگ چقدر فایل رو میگم، فلاپی 1 و 4 جا نمیشد. بعد من سی دی رایتر هم نداشتیم، سی دی رام فقط میخوند، رایت نمیتونستیم. بعد رفتم پاساژ قدس و گفتم که آقا این یه چیزیه، یه جایی بود پلات میگرفت میدرست رو کاغذ رو مخابره بزرگ چاپ کنم، این شکلیه داستان فایلی داره. بعد گفت با هایپر ترمینال اینو برامون بفرست. بعد من رفتم خونه و دایلا هایپر ترمینال و فایل رو به سختی و بعد از ریترای های فراوان نمیدونم قطع شدن گفت زهرمار فرستادم. چی بود قضیه هایپر ترمینال؟ توی ویندوز برنامه بود هایپر ترمینال که تو میتونستی دو تا کامپیوتر به هم دیگه با این شبکه به هم وصل میشدن. بعد میتونستی چیز بکنی، تکست و اینا بفرستی یا اینکه فایل ترانسفر بکنی بر بستر اون شبکه. محدودیت داشت؟ فکر نمی‌کنم و الان خیلی درست یادم نیست، ولی اینجوری بود که شما مثلا دایلاب چه شکلی تو شماره آی اس پی تو میگرفتی و اون وصل میشد. حالا با هایپر ترمینال میتونستی به یک جای دیگه، به یک کامپیوتر دیگه وصل شی و شما دو تا کامپیوتر با هم دیگه صحبت کنید. امیدوارم قسمت شبکه شد خیلی اشتباه با پرتوالو نگفته باشم، ولی و اونطوری تو اون فایل فرستادی برای آقای کلینتر. آره و چیز بود، یه کار عجیبی بود. و آره خلاصه مثلا اون موقع ور رفتن، یعنی واقعا همه چیز به ور رفتن خلاصه. بعد اومد تا اون وسط هم نمیدونم از کجا یه چیزی شنیدم راجع رباتیک و فکر کنم اواخر راهنمایی بود که مامانم راه افتاده بود مثلا از فنی حرفه‌ای و جای مختلف فرصت که مثلا کلاس رباتیک دارین تابستون بچه‌مون رو بفرستیم اونجا چیزی یاد بگیره. بعد اونجا رباتیک چیه؟ بعد خب اوکی اینجا مثلا که از این تکنولوژی هم نیومده. اون موقع چیز بود، یعنی بعدا که رفتیم تو مسابقه دیدیم مثلا تهران و نمیدونم اصفهان اینا چیزشون علامه ملی تهران و نمیدونم حالا اژه اصفهان که مدرسه استعداد درخشان بودن اونا داشتن تیم و اینها، ولی خب میگم
واقعا به قوم نرسیده آره. بود چیز آخه من یه تکنولوژی. چیز مبهمی تو ذهنمه، اون دوره خیلی تو اخبار از دستاوردهای تیمای رباتیک ایران میگفت که مثلا رتبه چندم شدن توی ممکنه آره. فلان جا. نه یه تبی افتاده آره بود این آره. شکلی. بعد بعد یه ما وارد دبیرستان که شدیم، همون سال اول یه روز تو حیاط نمیدونم با چند تا از بچه‌ها هم کلاس داشتیم حرف می‌زدیم، بعد گفت آقا یه مسابقه هست بریم شرکت کنیم. بعد من آقا من بلدم تو بلدی چه شکلی اینا. بعد گفت نه من یکی از بچه‌ها بود داشتش برق میخوند دانشگاه، یکی دیگه بود عموش حسین مزروی معروف گیم و اینها، اون بود و که اون موقع مثلا فروشگاه روبو ایکیو رو داشت و اینا، تو حوزه رباتیک کار میکرد خودش. بعد اون گفت من عمومو دارم، میگفت من داداشمو دارم. گفت خب حل دیگه میریم مسابقه شرکت میکن. و اسفند 84 یه مسابقه رباتیک بود و اون موقع شاید اولین باره بود که من یه مقداری ما نزدیک شدیم به فضای برنامه‌نویسی، یعنی یه مقدار کد زدن و اینها. اسفند 84 بعد میشد مثلا 13-14 سال. بعد و اینجوری بود که بازم نمیدونم چرا در واقع چون خودمون بلد نبودیم، بعد این دوستی هم که بلد بود گفته چی خب ببین اگه میخوای چیز کد بزنی، مثلا برای میکروکنترلر کد بزنی، این هست نمیدونم اسم برنامه یادم نمیاد، با اسمبلی. بعدا فهمیدم خب سی هم هست، بعدتر فهمیدم بیسیک هم هست. بیسیک خیلی راحت تر کد نوشتمش، من نمیدونم چرا اولین کدا رو با اسمبلی نوشتیم. واقعا عجیب بود. این سواله است که تو توییتر ترند میشه. آره میگم با چی شروع کردی؟ با اسمبلی. واقعا جواب خیلی خوبی. واقعا عجیب. خیلی کم عجیب و واقعا هیچی نمیفهمیدیم. یعنی من دبیرستان درسته مثلا باز بعد از اون حالا بیشتر مسابقات بیشتری شرکت کردیم. سال بعد با روبوکاپ ایران و حالا روبوکاپ جهانی آشنا شده، اونم توی مسابقات شرکت کردن و اینا. این لاینه بود. کنارش هم من مثلا همین در ادامه ور رفتن و اون سناریوهایی که بود چیز میکردم. مثلا نمیدونم با موقع چی بود اون CMS جوملا و مامبو و اینا مثلا مود بود، یکم با اینا ور بری. و بعد میگم واقعا بعدها متوجه شدم که خب من موقع هیچی نمیفهمیدم، فقط این کد رو نهایتا ایف، یعنی مثلا در همین حد ادراک ازش داشتم. ولی خب ور میرفتی یه خط رو پاک می‌کردی میدی چی میشه، بعد میگی نه ایرور میده، بعد هی داشتی آزمون خطا می‌کردی دیگه. یعنی هنوز شکلی نداشت، هنوز تو دسته‌بندی ور رفتن. آره یعنی حتی الان مثلا یادم اومد یکی دیگه است که احتمالاً یه مقدار خوبی جهت داد، عموم بود. اون موقع اینجوری بود که آقا تو شروع کن نمیدونم وبلاگ نوشتن و اینا، بعدها میبینی که این چه ثمره‌ای داره و اینا. بعد جز این هدایت من به فضای مثلا آیتی و وب و اینها، یه کتاب فرانس پیج هم از ناقوس اون موقع مود بود، انتشارات ناقوس داد بهم و فرانت پیج هم من شروع کردم باز یکم ور رفتن اینا که مثلا یه صفحه میشه یه صفحه HTML و تمپلیت هم داشت، میدید سایت استاتیک. بعد مثلا چیز بود هر سایتی اون موقع این شکلی بود که هوم و نمیدونم about us و میشن و اینا داشت. بعد من حتی نمیفهمیدم میشن و اینا چیه. باز داری یه عموی دیگه ای توضیح داد که آمریکا زندگی میکنه، یه سری دید که خب فرزندم داری چی کار میکنی و کامپیوتر. من شدم یه سایت خیلی هم سر در نمیدارم ور میریم و اینا. و واقعا ببین میشن یعنی این که مثلا نمیدونم اون کاری که تو مثلا قراره که انجام بدی، اون نمیدونم چیزی که میخوای خلق بکنی. من سایتت میشن داشت ولی نمیدونستی میشن. آره سایت آخه میشن داشتم که از تمپلیت میشن های تمپلیتی برداشته بودم که میشن اوتاس اینا داشت. خب خیلی درک نداشتم که این چیه. مقاومتی در امواج نداشتی، هر موجی میومد چیز آره تا حد خوبی. آره مثلا یه چیزایی یعنی تو فضای طبیعتاً وب و اینا بود، ولی آره مثلا اون کتاب رو داد، من فرانت پیج رو از روی کتاب کدها رو نوشتم. بودی واقعا برنامه‌نویسی نمی‌کردم، واقعا تایپ داشتم می‌کردم از روی کتابه. ولی دبیرستان تقریبا تو این فضای گذشت. از یه طرف تو چیزو داری، رباتیک رو داری و خب داری هم کد میزنی با میکروکنترلر رو نمیدونم سنسور رو نمیدونم این فضای میگم ربات و چیزایی که حولشه داری کار میکنی.
یه مقداری هم داری یه موقعی با تو فضای وب و نمیدونم CMS و اینا میچرخی. والا این وب و CMS رسید به چند سالگی؟ این میگم دوره دبیرستان که واسه میشه تا 17-18 سالگی. من یه سالم یه سال جهشی خوندم و این سالم با هم فرق داره، یکم خوش ندیم اشتباه یادم نیست چیز. بعد اینجوری بود که رسید به کنکور و دانشگاه. بعد من اینجوری بودم که حالا هم خانواده، خب فکر کنم مثلا از اواسط راهنمایی، اوایل راهنمایی تو داری تو این فضای الکترونیک، روباتیک، کامپیوتر میچرخه. بعد خب خانواده‌ام شکلی بود که این بچه قطعا یا میره برق یا میره کامپیوتر. یعنی هم خودم خیلی تمایلم اینجوری بود، هم خب برای اونا هم خیلی مشهود بود. و تو کنکورم همین انتخاب رشته کردم برق، با این ایده که آقا من میرم برق، گرایش کنترل، گرایش که مثلا خیلی فیت مثلا رباتیک و ایناست. بعد ارشدم میرم هوش مصنوعی میخونم، اون وسط کتاب هوش مصنوعی که بهم خوندم. آره نکته‌ای که گفتی نه نمیتونستم چیز. و رفتم ترم اولم دانشگاه با یه استادی که اونم همین مسیر خیلی مربوط به رباتیک و اینا صحبت کردم. گفت آره اتفاقا خیلی مسیر خوبی، خیلی مسیر درستیه و اتفاقا ما داریم تلاش میکنیم که مثلا کنکور ارشد روی کاری بکنیم که برقی‌ها راحت‌تر بتونن بیان تو هوش مصنوعی، چون تو باید کلی درس کامپیوتری آزمون بدی مثلا، خب یارو نخوند و خیلی سخت میشد. و که این مسیر رو انگار تقویت کنیم آدمایی که میان تو این حوزه نه هوش مصنوعی و رباتیک و اینها از بک‌گراند برقی هم خیلی تزریق بشه بهش و اینها. احسن چه انتخاب درستی اینا. بعد ولی یه ترم که حوزهش فهمیدم برق کار من نیست، اصلا یه فضای دیگه. و بعد این شکلی که حتی دانشگاه هم خیلی، یعنی من اون کسی نیستم که ارشد دکترا خواهد خوند نمیدونم ریسرچ میکنه نمیدونم فقط برای یه ترم زیاد چیز فهمیدی. حتیش این که شاید چند تا درس رو به سختی پاس کردم و یا افتادم توش بی تاثیر نبوده باشه، یعنی اون تصمیم خیلی تصمیم بر اساس عقل و منطقی شاید نباشه. بعد و همون موقع من یه درخواست دادم برای این که برم تغییر رشته بدم به کامپیوتر و مخالفت شد با توجه به نتایج درخشانه که در خودش تصمیم گرفت. آره. ولی خب عملا تاثیر خیلی چیز نشه. یعنی من مثلا یه سری درس‌ها اولا خب گرایشی که انتخاب کردم گرایش سیستم دیجیتال که تازه اومده بود و انتخاب کردم، دکتر نوابی. یه سوالی، یعنی نذاشتن بری کامپیوتر؟ بله مخالفت کرد دانشگاه. یعنی عملا تو برای تغییر رشته مثل تغییر تیم تو شرکت فلان اینا مبدا و مقصد باید موافق باشن. طبیعتا مبدا فکر کنم خوشحالم میشد که این دانشجوی در به داغون نداشته باشه. مقصد اینجوری بود که من با استادا که صحبت کردم، یه گروهیه اینا یه جلسه تشکیل میشه، این کمیته باید تصمیم بگیره. من با استادا که جدا جدا صحبت کرده بودم، استادای سخت افزاری اوکی بودن، گفتن اگه بخوای بیای سخت افزار اوکیه، ولی نرم افزاری اوکی نبودن. بعد منم خب خیلی اینجوری بودم که نه من حتما باید برم نرم افزار. الان اگه برگردم بودم خیلی فرقی نداشت، میتونستم برم سخت افزار و کاورجش با اون چیزی که دوست داشتم بیشتر بود تا این مسیری که رفتم. ولی اون موقع خیلی یا نرم افزار یا هیچی یا مرگ یا فلان و اینجوری خب نه دیگه نرم افزار رو میخوام. اونم گفتن خب مخالفت شد. بعد من رفتم سمت گرایش سیستم دیجیتال که خب اولا خب خیلی مثل سخت افزار با مثلا الکترونیک خیلی همپوشانی دارن. تعداد واحدها از کلا بر کامپیوتر که واحدهای شبیهشون و مشترکشون زیاده. به خصوص دانشگاه تهران که دانشکده بر کامپیوتر داره، حتی شما اگه سیگنال سیستم داری با برقی‌ها میگذرنی، اگه ادوانس پروگرامینگ داری با کامپیوتریا میگذرنی. خیلی تفکیک به اون شکل نیست. البته بچه‌ها مثلا اینکه ترم آن و آف باشه رو چیز می‌کردن که حالا خیلی پرشون به پر هم دیگه نخوره، ولی خب این فرصت حداقل به این شکل بود. و اینجوری بود که خب سیستم دیجیتال هم از اون بیشتر، مثلا یه درسی داشت Data Structure and Algorithm in Electrical Engineering. ترم به چند بخش، 3 قسمت تقسیم شد. قسمت اول Data Structure میگفت، یه ابتدایاتی از همون درس DS و قسمت دوم الگوریتما رو یه سریاشو میگفت
قسمت سوم بهره برداری از این دوتا توی برق بود که ایده اصلی بود که من بیام مثلا اگه میخوام یه چیپی طراحی بکنم بهینه سازی و اینها داره، مثلا که من چجور جانمایی بکنم و اینها، این مسائل بهینه سازی رو بیای با اون دانشی که تو اون دوتا تیکه به دست آوردی بتونی حل بکنی. و یا مثلا نمیدونم ادوانس پروگرامینگ رو خودم جدا گذروندم، یا مثلا نمیدونم رندوم سر کلاس نمیدونم شبکه و از اینجور چیزا رفتم. یعنی من مسیرم و دیگه اون چیزی که دوست داشتم میرفتم، یه جای حد دانشگاه اجازه میداد، جای اجازه نمیداد. یعنی مثلا درس کارآفرینی من میخواستم بگیرم، امتحانش با یه درس دیگه ای توی یه ساعت بود، نه فقط یه روز یه ساعت. استاد این بعد درسم اختیاری بود کارآفرینی طبعا. من رفتم دکتر فیض بخشم خیلی دوستش داشتم، رفتم و بهش گفتم که آقای همچین داستانی و آموزش میگه که نمیتونی اینو برداری. خیلی اگه دیده باشینش خیلی آدم خوش تیپ و از که کد شلوار و ساعت و خودنویس فلان اینا، با هم خودنویسش توی برگه تر و تمیز و خیلی خوشخط و چیز نوشت که آره من خودم جداگونه از ایشون امتحان میگیرم و از نظر من مانعی نداره که همون روز یه ساعت دیگه بیاد امتحان بده. بردم آموزش، گفت نه حاجی ما همچین قاعده قبول نمی‌کنیم. بعد من درس رو نداشتم کل ترم ولی سر کلاس رفتم، یعنی مثلا این سری درسام اینجوری بود. چون شرط دکتر فیضبخش این بود که ما مستمع آزاد نداریم، اگه میای و مشقا رو انجام میدی و همه جلسه ها رو میای میتونی بیای سر کلاس. که من گفتم من اصلا برمیدارم، بعد گفتم نمیشه. بعد دیگه خودش گفت که حالا اگه اینقدر دوست داری حالا بیا بشین. ولی اینجوری مشقارم می‌نوشتی؟ آره. و آره مثلا یه سری درسه اینجوری هم گذروندم. نه یه درس مبانی مدیریت بود، نمیدونم درس کارآفرینی بود. یه سری میگم نه نمیگیرن واقعا، یه سری چیزای این ور اون ور. ولی اینجا الان که داری میگی یعنی خودت مشخص کرده بودی که توی یه فضایی بری جلو. ببین مثلا اینجوری بود که اون موقع هم ساله مثلا 90 اینا بود، استارتاپ ویکند و نمیدونم این فضاها اینا. آره واقعا. بعد اینجوری که خب و کارآفرینی چیز خوبیه. بعد ولی میرفتم میدونم که من در حد یه درسی نمیتونم تحمل کنم خوشحالم باشه، میرفتم میدونم نه این نیست اون چیزی که میخواد. یا مثلا مدیریت و خب یه نوکی میزدم بعد نه خب اینا نیست. ولی چیز آره مثلا خب این بود که تو فضای کامپیوتر میدونستم هستم و ادامه میدم. اولین باری که من یه جا رفتم سر یه کاری که واقعا چه شغل برنامه نویسی بود، فکر کنم سال 90-91 بود. یه روی بورد دانشگاه دیدم یکی زده بود که به یک برنامه نویس PHP نیازمندیم. بعد احسن من PHP و اون مامبو و اینا بود یکم خوندم. بعد زنگ زدم و از بچهای خود دانشگاه و سال بالیام بود، یه برنامه داشتن اینا، رد کاپ اگه نمیدونم یه کسی بشناسه اینا، بازی شبیه سازی فوتبال بود که شرکت آرناتک این بازی مقدار معروف تره شاید بشناسن بعضیا، اینو ساخته بود و داشتن روش کار میکردن بچه ها و گفتش که بیا. بعد گفتیم که خب اوکی من ببین فقط چیز دیگه سطح دانش اینه. بعد گیت بلد نبودم مثلا نمیدونم برنامه‌نویسی خب میام خیلی حداقل یعنی برنامه‌نویسی رباتیک کرده بودم، یعنی مثلا PHP یا مثلا توی فریم ورکی کد بزنی یا کد وب بنویسی نه اصلا کد ایگنایتر اون دوره فریم ورک خوبی بود. آره من واقعا دوستش داشتم. یعنی مثلا مدل ORM اونو بیشتر از ORM مثلا لاراول دوست دارم که اکتیو رکورد. بعد من سوالی دارم که جوابشو پیدا نکردم حقیقت. من تو رو خیلی به دقت، خیلی به بلد بودن مبانی خیلی از چیزها و مثلا خیلی تو رو آدم میکس قوی از تئوری و عملی میبینم. ولی الان هرچی گفتی که ما یه وری رفتیم با این موضوع. خب اینم اون مدل حسین کجا استارتش خورد؟ مثلا چی شد که اون شکلی شد؟ یکی که فکر کنم برندینگ هم خوبه یا همون ورای شکلی بوده نمیدونم. ببین چند تا چیزه. یکی این که مثلا من بعضی درس‌ها رو مثلا تو همون دانشگاه مثلا مدار منطقی و دکتر نوابی که اسپردم جز درس‌ها که فکر کنم
18 اینا شدم. یه درس دیگه هم ادوانس پروگرامینگ بود با رامتین خسروی، استاده که من خودشون و درسشون رو خیلی دوست داشتم، نمرات خیلی خوبی ازشون گرفتم و خیلی هم خوب درسشون رو یاد گرفتم، راحت‌تر بودم باشه، اینا تمریناشو انجام دادم و اینها. و مثلا خب مدار منطقی من هنوزم یه چیزاییش طبعا یادمه، ولی مثلا مخابرات هیچ یادم نیست، فقط اینا اف ام و ای ام و اینا داریم که اونا فکر کنم کسی که برق نخوندم بلده، خیلی چیز بیشتری نداره. و ولی این فضا شاید مثلا از قبل‌تر، یعنی مدل نمیدونم تربیتی و اینها اینجوری بوده که آقا تو اگه یه کاری رو انجام میدی باید به بهترین نحو باشه و این البته مصیبت نمیدونم کمالگرایی و پرفکشنیسم و شرم و نمیدونم پروکرستینیشن، کار انجام ندادن و همین اینی سندروم ایمپاستر توری. دقیقا این شکلی تو کلی بدبختی میکشی و حتی خیلی موقع از نتیجه کار راضی نیستی، ولی آدم چه واو چه باحال. مثلا اون روزنامه دیواری من شده بود، روزنامه دیواری رو یه جایی به نچستم که این واقعا اون چیزی که من میخوام نیست و پارش کردم و تحویل ندادم و جز بدترین خاطره که همیشه یادم مونده، خیلی برام چیزی که من بعد این مشغله نه اون فتوشاپی نه، یه روزنامه دیواری دیگه ای. ولی حتی مثلا اون فتوشاپی هم از این چیزا بود، وسواسه بیش از حد بود. آجی یه مشق مدرسه است، فتوشاپ چی، فونت انتخاب کن، رنگ انتخاب کن، مثلا واقعا این فضای. و یه بخشش از این میاد، یه بخش دیگهش ولی فکر کنم در طی زمان خورد شکل گرفت و یه بخش خوبش هم فکر کنم اعتماد دیگران به منه. یعنی من یه جایی با این واقعا با واقعیت خیلی سخت خورده تو صورتم، مثلا رفتم توی مصاحبه‌ای، بعد حالا جدا از اون وقتایی که به خاطر استرس نمیتونستم جواب سوالو بدم و اینها، و با این مواجه شدم که من خیلی چیزا رو بلد نیستم و یه مقدار بعضی موقع این تصویرم میگم تصویر خوبیه که حالا وجود داره، ولی از اینو بذاریم کنار، این داستانش که میگم انگار یک تربیتی بوده و اون خورد یه چیزایی که انجام میدی اونا رو خوب میخونی، شاید چیزای زیادی بلد نباشی ولی اون چیزایی همین که بلدی رو با دقت یا عمیق میخونی. ولی واقعا وررفتن بود. یعنی حقیقتا من خیلی مثلا الان نگاه میکنی دبیرستان داشتن پروژه وب انجام میدادن، من حقیقتا داشتم اسکرول میکردم تو مامبو چون این اقراق نیست، مثلا نهایتا این شکلی بود که ران میکردی تو با ومپ و زمپ که حالا مثلا بود اون موقع ران میکردی ارور میداد، بعد میگه نوشته مثلا خط 443، بعد میرفتی اون خط رو میدی، خیلی چیزام که نمیفهمیدی، هی آزمون خطا دیگه واقعا بالا پای میکرد تا یه چیزی در بیاره. واقعا کتاب خیلی زیادی نخوندم راجعش، ندیدم کورس زیادی ندیدم، واقعا هم وضعیت اینترنت مثل الان نبود که مثلا اونجایی که گفتی رباتیک، گفتی مادر گفت مسابقه رباتیک اینا هست دیگه بریم شرکت کنیم. آها نه اینجوری بود که من نمیدونم از کجا چیزا دیده بودم، رباتیک به گوشم خورده بود، از خانواده خواسته بودم که منو یه جایی ثبت نام کنم، کلاس من برم و اینها، و مامانم داشت میگشت و خب پیدا نکرده بود و اون پات خورد تا مثلا یه سال بعد من رفتم دبیرستان. تو دبیرستان داشتیم تو حیاط با چند تا از بچه صحبت میکنیم، یکی از بچه‌ها گفت یه مسابقه هست، یکی از بچه مدرسه. میگم یعنی اون فضای کد و این چیزا رو تقریبا از اونجا بوده دیگه که آره. کنده شده بعد اومده اینجا تو مدرسه یه مسابقه آره یعنی من تقریبا از آخر راهنمای اول دبیرستان وارد فضای کد نویسی شدم. قبلش گفتم مواجهه‌ام با کامپیوتر این بود که خب من مثلا تایپ دهنگشتی یاد گرفتم در راستای زرنگار رو با کتاب می‌نوشته، خب یه وقتایی خب من مثلا انجام می‌خواستم بدم این کارا رو و نمیدونم با فتوشاپ ور رفتن از اینجور کارا بود. اونجایی که سویچ شد به برنامه‌نویسی، اون داستان فرانت پیجه و رباتیک اون تقریبا همزمان اوایل دبیرستانم. ما بخوایم یکم جمع‌بندی کنیم، رسیدیم به اونجایی که تو اولین شغل تو از رو برد دانشگاه پیدا کردی. آره. و دیگه از اونجا تو افتادی توی ورطه برنامه‌نویسی آیا؟ آره تقریبا یه مقدار اون شغل اول مثلا 2-3 ماه بعد سهامداره اونجا نمیدونم پوچکراتی پیش اومد و اون پروژه هوا شد و قطع شد، طبعا همکاریمون قطع شد. چند ماه بعدش رفتم یه جای دیگه کار کردم، دورورم 2-3 ماه بیشتر دووم نداشت قطع شد. 1-2 ماه بعدش شد فکر کنم مثلا سال 92 که دیگه من رفتم یه جایی که
همیشه وقتی میخوام سابقه‌مو بگم از اونجا حساب میکنم که اولین جایی که دیگه بر من بیمه رد شده، من یه کار بلند مدت برنامه‌نویسی دارم، نه حالا اون موقع فول تایم نبود به خاطر دانشجویی و اینا، ولی پیوسته دیگه من سر این شغل بودم تا خیلی عالی، ممنون از وقتی که گذاشتی اومدی. مرسی که دعوتمون رو قبول کردی. خواهش میکنم. این دره شما دارم. قفلش باز میشه؟ باز میشه ان شاءالله. خودشه.